چله تابستونه، مثل اسم تو وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. سلام سلام سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با دومین قسمت از مجموعه برنامه شنبه شبا از یوتیوب و 6 شبکه ماهواره‌ای که میدونین و این زیر هم لوگوشون رو میبینین در خدمت شما هستیم. خب همونطور که قطعاً در جریانی 2 روز جام جهانی شروع شده و در حالی که همه دنیا مشتاقانه منتظرن که بازی‌های تیم ملی کشورشون رو تو جام ببینن، ما ایرانی‌ها باز تنها ملیتی هستیم که فقط منتظریم اسکول بازی‌های عرازشه رو تو جام جهانی ببینیم که خیلی یوهویی از 1401 به صف فوتبال دوستان پیوستن. چی؟ لای؟ نو لای. همه با هم توی سازمان‌ها و ارگان‌ها از یک برابری استفاده می‌کنیم و هممون برابریم. Oh, he says you lie. I don't know. Who's he? I don't know. lie? No. این خدایی از جام جهانی جذاب‌تر نیست؟ اینها کسانی هستند که میخوان بین ما نفاق برپا کنن. ما رو میگه. میدونید ما شاید اصلا اولین تیم حاضر در این مسابقات باشیم که مسئولای فدراسیونش تمام تلاششون رو برای شرکت نکردن در بزرگترین رویداد ورزشی جهان انجام دادن تا مبادا یه پرچم شیر و خورشید بره تو ورزشگاه یا چند نفر شعاری چیزی بدن. ولی خب حالا که دیگه از سر اجبار و اکراه مجبور شدن تن به مسابقه بدن، قطعا تمام تلاششون رو میکنن که با خریت تمام به دونه دونه رسانه ها و مردم دنیا بگن که we slow the problem. We slow the problem. Don't foreign country, don't foreign Iranian in this country, around Iran. We slow the problem. We slow the problem. رفت. Yes, they slow the problem. ولی problem is very کلفت و fast. کاش این دوباره بره که اونجا یکی یقه‌شو بگیره بپرسه خب پوفیوز مگه 4 سال پیش نگفتی وی اسلو د پرابلم؟ پس چرا دسته پرابلم هنوز از ماتحتتون بیرونه؟ یعنی اینا در این چند سال یه جوری تیم ملی ایران رو تبدیل به منفورترین تیم تاریخ کردن که الان دیگه طرفدارای مصر و نیوزیلند و بلژیک تو ایران از کشورهای خودشون بیشتر شدن. واقعا اره بزرگی تو دروازه تیم گیر کرده. کسی نه راه پس داره نه پیش. اگه شما هم جزو اونایی هستید که تو بچگی از خدا می‌خواستین فوتبالیست شین، برید خدا رو شکر کنید که خدا صداتون رو نشنیده، چون الان حتی تماشای فوتبال هم از اون اره مستثنا نیست دیگه، چه برسه به بازی کردنشون هم برای تیم ملی. اما در نهایت یه نکته رو فراموش نکنید. اگر بازی‌ها رو تماشا می‌کنین یادتون باشه که 6 ماه پیش هزاران هزار جوون این خاک برای آزادی به خیابون رفتن و هرگز به خونه برنگشتن. دلاوران جاویدنامی که شاید خیلیاشون برای تماشای این جام جهانی با رفقاشون برنامه ریزی میکردن و نقشه میریختن. اگر بازی ها رو به هر طریقی تماشا میکنین یاد و نام جاویدنامان وطن رو زنده نگه دارید. اما بریم سراغ برنامه این هفته. یکی از مشکلاتی که من همیشه موقع نوشتن متن مونولوگ دارم اینه که نمیدونم بین اون همه سوژه کیو اول قهوه‌ای کنم. سراغ هر مالکشی که میرم میبینم یه مالکشتر از اون یه ذره جدید زده. میخوام برم سر وقت علیرضا دبیر وحید شمسایی رو نمیدونم چیکار کنم. میخوام بگیرم رو فراستی میبینم خب حسام الویس چی. میام برم سراغ شهبازی پوفیوس یهو میبینم ثابتی الدنگ اون طرف وایساده داره بای بای میکنه میگه پس من چی؟ بعضی وقتا دروغ به مردم میگن
یه عده آدم نمیدونم بگم نادان، بگم مغرض، میان یه روایتی از تصمیم گیری در کشور رو برای مردم جا میندازن که شما مردم وقتی گوش میکنی میگی اگر اینطوری که همه چی دست رهبریه، پس دیکتاتوریه تو این کشور. نه بابا، دیکتاتوری تعریف داره، الکی که نمیشه به هر چیزی گفت دیکتاتوری. دیکتاتوری مثلا اینجوریه که یه آدم واسه آینده 90 میلیون آدم دیگه تصمیم بگیره. ملت برن به یکی رأی بدن، ولی چون یه نفر نظرش به یه نفر دیگه نزدیکتره اونو بکنن رئیس جمهور. یا چه میدونم یه نفر توی بزرگترین پاندمی تاریخ ورود واکسن رو به کشور ممنوع کنه، یا توی اوج تحریم بگه مذاکره نمی‌کنم. ایناست. حالا به نظر شما تو این 47 سال تو ایران دیکتاتوری بوده؟ چرا اینقدر زود قضاوت میکنین آخه؟ من خدمت ایشون بودم، داشتیم قیمه میخوردیم. قیمه؟ امیدوارم که با دهن پر با آقا صحبت نمی‌کردی. الان فکر کردی این جزئیات بی اهمیت خاطرات کوچیرتون رو باورپذیر میکنه؟ با آقا قیمه میخورد، با آقا قدم میزدیم، با آقا یه قلد و قل میکردیم، با آقا قایم موشک بازی میکردیم، با آقا یه جا قایم میشدیم. واقعا چه چیزی میتونه تو جمجمه یه ارزشی باشه که دانشمندو هنوز کشفش نکردن؟ قطعا پهن که نیست، چون اون خیلی خاصیت داره. مطمئنم یه چیز دیگه است. شب شام غریبان ایشون به من گفتن که شما هر فیلمی رو بازی نکن. بفرما. میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب. لطفاً این ویدیو رو از عرض بکنید تو ماتحت ثابتی که میگه بعضیا میان اینجوری جا بندازن که کشور ما دیکتاتوریه. بابا یارو واسه مدل ریش وزیر امور خارجه مملکت حکم حکومتی میداد، واسه فیلم بازی کردن هنرمندا تعیین تکلیف میکرده. این دیکتاتوری نیست پس چیه؟ نکنه کنجکاوی اسمش؟ گفتم که بازی نمیکنم. من خیلی مراقبت میکنم. مراقبم. دیگه این حرفو الان که نصف مردم ایران نوک پستونتو تو زخم کاری دیدن میخوای نزن. البته این نشون میده که شما چقدر بازیگر ولایت مداری هستی که با این همه تذکر فروش ملکم تبلیغ کردی. البته همین که با این حجم از ولایت مداری هنوز تو هیچ فیلمی با باجناقت هم بازی نشدی، باید شوک‌گزار درگاه الهی باشیم. نه بازی کردیم. زکی یارو خودش یادش نبوده چه فیلمی بازی کرده چه فیلمی بازی نکرده، ولی رهبر مملکت میدونسته. بعد میگن چرا اقتصاد ایران اینجوری به کار رفته؟ خب شخص اول کشور وقتی شب تا صبح با تلویزیون مشغول فیلم دیدن باشه و همه چی رو بذاره رو اتوپایلوت، معلومه همین میشه دیگه. من باور کن آقای شهیدی‌فر یادم نبود که این راه طی شده بود اسمش. آره راه طی شده. یهو ایشون گفت شما راه طی شده رو یه سکانس بازی کردی، کار آقای عباس رافعی و نقش نزولخور رو بازی کرد. نزولخور؟ آخه تو کشوری که وام بانک ملیش بر اساس سیستم بانکداری اسلامی 104 بهره داره که دیگه نزولخور شخصیت منفی به حساب نمیاد. تازه اون بانک واسه چست و من وام ننه و باباتو به عنوان ضامن نگه میداره. نزولخور رو امروز بری بازار ازش پول بخوای فردا تو حسابته. چرا بازی کردی؟ چرا بازی کردی؟ ولی خداییش تذکر به جایی داده بوده ها. هر کسی باید متناسب با رزومه خودش نقش بگیره دیگه. نزولخور سینمای ایران داریوش ارجمنده. یعنی یه جوری توی ستایش نقش نزولخور رو قشنگ بازی کرده که دیگه اصلا کسی تا ابد یادش نمیاد که یه زمانی مالک اشتر بوده. تو خودت شهید سینمای ایرانی، باید بیای آخر فیلم بیا تیر بخوری به. یا مثلا شریفی نیا نماد خانومبازی و لاشیگری سینماست، یا مهران رجبی مثلا اون فاحشه سینمای ایرانه، واسه 2 قرون بیشتر جای گرازای توی راز بقام حاضر بازی کنه. یا چه میدونم شهبازی، اون اسکل سینمای ایرانه. حالا درسته که بازیگر نیست ولی خب به هر حال اسکل که هست. اسکندری عضو جریان اصولگرای شریان در گفتگو با خبرگزاری سپاهی فارس از راه اندازی پویش فعالسازی قطع داوطلبانه دسترسی به اینترنت بین الملل خبر داد. یعنی یه عده الدنگ اومدن پویش رو انداختن گفتن تو رو خدا بیاید اینترنت ما رو قطع کنی؟ خب پوفیوز نخر اینترنت، این که دیگه عین واکسن اجباری نیست. تازه اونم هر کی نمیخواست تزریق کنه میرفت روغن بنفشه میکرد تو کونش. تو هم الان نمیخوای اینترنت داشته باشی، خب اون گوشی هوشمندو بکن تو کونت، پیاماتو با کفتر نامه برو دود بفرست. نظرتون راجع به بسته بودن این اینستاگرام به صورت دائمی ببینید؟ خب مطمئنا عالیه. امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشه.
اگه براتون سوال بود اون اسکولایی که پویش قطع داوطلبانه دسترسی به اینترنت رو راه انداختن کیا بودن؟ بفرمایید. این یکیشون. اینا رو بیاری تو خیابون ازشون بپرسی نظرتون راجع به این که دولت قراره روزی 2 ساعت کونتون رو تا گردن پاره بکنه چیه؟ در جواب میگن عالیه، عالی، فقط امیدوارم پارگیش تا فرق سر ادامه داشته باشه. تو در زندگیت یه مسترا درست کردی که به این راحتی میگی درستش میکنیم؟ چیو درستش میکنی؟ نه والا، ما تو زندگیمون مسترا درست نکردیم. ولی خب حکومت مورد علاقه شما تا دلت بخواد مسترا درست کرده. مسترای صدا و سیما، مسترای مجلس، مسترای دولت، مسترای اقتصاد. کلاً هر جا رو شما دست گذاشتید روش به راحتی میشه رید توش. نصف جوانای ما بیکارن. درست میگم؟ خوبم زندگی میکنن، خوبم مهمونی میرن، خوبم میگردن، خوبم میخورن. حالا نصفشون که نه، ولی خب هستن جوانایی که بیکارن ولی خوب زندگی میکنن و خوب میخورن و خوب میپوشن و خوب مهمونی میرن. شما نمیدونم بهشون چی میگیم، ولی ما بهشون میگیم آقازاده تخم حروم. همون جوون به قول شما بره یه کشور دیگه، همش باید کار بکنه. تاش آخر هفتهش باید 1 ساعت بره همون تو نایت کلاب به قول ما امروز عشق و حال کنه. فرداش باید بره سر کار از صبح زود تا بعد از ظهر 6 شب هم باید بخوابه. یعنی جون به جونتون کنن انقدر تفریح ندیده و تفریح نکرده اید که عشق و حالو فقط در نایت کلاب رفتن میبینید. بابا همه جای دنیا همینه دیگه. ملت 8 ساعت کار میکنن، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت تفریح. تنها جایی که میتونی توش شبانه روز بیکار باشی و بخوری و بخوابی و بابتش پول بگیری حوزه علمی است. دستای آخوندا رو که دیدید دیگه، همه لطیف و سفید و نرم عین بچه 6 ماهه. مشخصه که با این دستا سنگین ترین چیزی که جابجا کردن کونه باجناقشون بوده. مالیات نده فرداش تو اون کشور حرفی برای گفتن نداره، میان اموالتو مصادره میکنن. واقعا؟ به خاطر ندادن مالیات اموال مردم رو مصادره میکنن؟ عجب بیشرف و یه دیکتاتور عوضی دزدی هستن. باز اگه به خاطر گذاشتن 4 تا استوری و تعطیل کردن 2 تا مغازه میگرفتن اموال مردم رو مصادره میکردن باز یه چیزی. من 34 سالمه، میدونی چقدر کار کردم؟ هیچی هم نداری؟ هیچی هم ندارم. خب به خاطر اینکه تو این 34 سال احتمالاً روی توانایی و استعدادت حساب کرده بودی که به هیچ جا نرسیدی. از الان به بعد دیگه سوراخ دعا رو پیدا کردی، ایشالله پروژه پشت پروژه، پول رو پول. من هم بزن به رقصای اونور رو میبینم، بله، هم بچهای نسل زدی اینور رو میبینم. تو لباس پوشیدن، تو خوشگذرونی، تو عشق و حال کردن، تو پارتی کردن، چه میدونم توی تیپشون 3 هیچ از اونا جلوترن. تو الان نماینده اون نسل خودت؟ نسل زد که نیستی، احتمالا نسل زر باشی. درسته که اون میتونه نمیدونم با تاپ و حلقه‌ای و فلان بره توی خیابون ویسکیش هم دستش بگیره. اون حالا کف خیابون اینجا نمیتونه دستش بگیره. کی گفته؟ دیگه به میمنت و مبارکی پارتیای خیابونی عرازشه الان شما با 2 لیتری عرق زگی میتونی لخت مادرزاد بیای تو خیابون. فقط کافیه یه پلاکارد نسازش نه تسلیم هم بگیری دستت. ایران این شکلیه؟ بابا اینا مثل که داره بهشون خوش میگذره. من خودم رو آواره کردم اینکه تو تهران کفش چه میدونم مارکشو داره میپوشه، کافی شاپش هم میره، پارتیش هم میکنه. راست میگه خدایی، راست میگه. همه اینجا دلشون لک زده برای اون شیشه های جک دنیلز که تو زیرزمینای اسلام شهر از ترکیب الکل صنعتی و شاش بچه نابالغ پرش میکردن. دلشون لک زده واسه اون کتونیای است که یه طرفش آرم نایک بود یه طرفش آرم آدیداس، روی زبونش هم آرم پوما. این همه اینجا مهمونی میریم، اما اصلا پارتی که توش استرس هجوم بسیجی و ارزشی و نیروی انتظامی وجود نداشته باشه پارتی نیست، اصلا حال نمیده. راست میگه به خدا. حاضری با پسری که جان فدا ثبت نام نکرده ازدواج کنید؟ اون دیگه پسر نیست، پرنسسه. شماها که حتما فقط باید با پسری که جان فدا ثبت نام کرده ازدواج کنید، چون پسری که جان فدا ثبت نام نکرده اونقدر عقل و شعور داره که خودشو با یکی مثل شماها سیاه بخت نکنه. شما جان فدایا حتما با همدیگه ازدواج کنید. فقط اگه میشه تولید مثل و فرزند آوری رو بیخیال شین. مجردی؟ بله.
خواستگار اینا خبری هست که بالاخره بابا یکی دوربینو از این مرد که حشری بگیره. گرفته دستش میکروفونو، راه افتاده تو خیابون با هر کی 4 تا شیوید موش بیرونه لاس میزنه. محض رضای خدا یه بار نشد از یه فاتی کماندوی سیبیلو بپرسه که مجردی یا متأهل. معلوم نیست هدفش تولید مصاحبه مردمیه یا مستند جنسی. تجمعات هم میان جلوت، مادر مثلا میاد جلوتونو بگه بله پیش اومده، شماره مادرتو بده اینا پیش اومده. قشنگ فضای همون منصوری قدیمیه که سکینه خانم وسط گرمابه واسه پسر شنبول تلاش بین در و همسایه دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده میگشت. دریافتیش بعد چقدر بشه؟ کنم دیگه حداقل 40-50 تومن باید باشه. شما هم داری حکومتی دفاع میکنی که بینا زیر 40-50 تومن. بله شرف این آدمایی که 2 ماهه تو خیابون موندن، شاید حقوقشون هم زیر 20 تومن باشه، میارزه به کسایی که اون ور آب $1000 دارن پول در میارن. $1000 البته واسه تو پول خیلی زیادی به نظر میرسه، چون حکومتی که ازش دفاع میکنی یه جوری ریده به ارزش پول ملی که پشکل پیشش طلای 24 عیاره. جمهوری اسلامیه که داره شرف و تو پسرامون ایجاد میکنه. موافقم و اتفاقاتی که توی دیماه افتاد اینو ثابت کرد که فقط یه حکومت جنایتکار و بی‌شرف میتونه باعث اون همه جوون 20 ساله رگ شرافتشون بزنه بیرون و جاویدنام بشن. ناسیونالیسم ایدئولوژی حتی در این حال سرکوبگری شده بود در دوره پهلوی. بله. اونم ناسیونالیسم باستانگرایانه، یعنی ایران یه مقداری روتوش شده، یعنی ایرانی که از اون ایران واقعی تاریخی همین ایرانیه که شما الان تو این دکورتون، این ایران عصر اسلامیه. آها، پس به نظر دکور تخمی تخیلی برنامه تخمی تخیلی اینا که با چت جی پی تی توی 30 ثانیه جنریتش میکنن نماد ایران واقعیه، ولی تخت جمشید با اون عظمت چند هزار ساله تاریخیش ناسیونالیسم باستانگرایانه؟ ریدم تو اون نظرت. کاراکتر برساخته ای از کوروش شما ببینید الان مثلا تو همین باستانگراهای همین امروز هم ببینید دیگه، مثلا جملات بزرگان رو همه رو منتسب به کوروش نسبت میده. خب این نشون میده که کوروش کبیر انقدر کبیر بوده و جملات درست و حسابی و فاخر داشته که الان میشه جملات بزرگان رو بهش نسبت داد. اگه کبیر نبود که الان تاریخ ازش با جملاتی مثل اقتصاد مال خره و دانشگاه باید دانشگاه باشه یاد میکرد. اون نژاد آریا و ما آریایی و اینا اون چیه که درش گاهی افکار شوونیستیه، افکار ناسیونالیستیه. امروز هیچ زیست شناسی به این حرفا اعتقاد نداره. البته که نژاد آریایی رو باید از نظر تاریخی بررسی کرد، چون از منظر زیست شناسی قدیمی ترین نژاد حال حاضر جهان ناندرتال ها هستن که متاسفانه فقط در کشور ما و 2-3 تا کشور دیگه هنوز دیده میشن. همین بوی نژاد پرستی میشه. ما آریایی، ما چیزی به اسم آریایی به اون معنا نداریم. ما مردمان این سرزمینی. آها، پس بچه یادداشت کنید اینو. این که بگیم ما آریایی هستیم مصداق نژاد پرستیه، ولی خب این که به هر کس که اعتقادات ما رو قبول نداره بگیم ملحد و کافر و نجس، خونش هم حلال بدونیم، نژاد پرستی نیست، انسان دوستیه. اگر بگیم ما آریایی هستیم خودمون رو به 4000 سال پیش تقلیل میدیم. اما وقتی میگیم مردمان این سرزمینی 65000 سال اینجا. حالا شما اجازه بده ما به خودمون بگیم آریایی و خودمون رو به 4000 سال تاریخ و تمدن تقلیل بدیم، چون اگه آریایی نباشیم باید ارزشی بشیم و به 48 سال خرافات و تحجر و وحشیگری تقلیل پیدا کنیم. تمدن‌های مفصل، شهر سوخته. و با همین روندی که حکومت محبوب شما داره جلو میره احتمالاً به زودی تمدنمون بزرگ و بزرگتر میشه و از شهر سوخته میرسیم به کشور سوخته. و 5000 سال پیش آریایی‌ها اومدن چیا کردن؟ همه رو کشتن، اومدن جای اینا. یعنی ما فرزندان یه سری قاتلیم که اومدن یه مردمی رو نسل کشی کردن. نه خب شما شاید فرزندان یه سری قاتل که نسل کشی کردن نباشید، ولی خایمالشون که قطعا هستن. حتی امروز کسی به نژاد زرد و سفید و اینا کسی اعتقاد نداره، اصلا میگه آقا نژاد زرد نداریم. ولی یه نژاد قهوه‌ای داریم که اتفاقا نژاد جالبی هم هست، چون هر چقدر برینی بهش اصلا مشخص نیست و براشون فرقی نمیکنه. ما خاکستری رو بپذیریم استاد. جان چی گفت؟ باز بحث رنگ شد؟ آقا خاکستری چرا؟ گفتم که الان قهوه‌ای مد شده، قهوه‌ای مقوایی. این نگاهی که یا با منی یا بر منی خیلی نگاه غلطیه. شما که البته نه با منی نه بر منی، چون فقط خیلی انی.
من میتوانم منتقد جمهوری اسلامی باشم، ضد جمهوری اسلامی هم نباشم. تو خایمالش نباش، نمیخواد ضدش باشی. اپوزیسیون در چارچوب داریم. این اپوزیسیون در چارچوب مثل همون روشنفکر دینیه دیگه. حکایت پیتزای قرمه سبزی و سوشی کله پاچه و دیزی با پنیر پیتزاست. آقای کیانیان صحبت میکردیم، یه لغتی شده فوش، ما وسط بازیم. اون وسط چیزی به جز بیضه های آخوند مگه آویزون هست که انقدر بهش علاقه دارید؟ چرا باید حتما یا این طرف باشم یا اون طرف باشم؟ نه خب نباشید. مردم که سالهاست دارن میگن نه اینوری نه اونوری. ولی خب اگه میخوای نه اینوری باشی نه اونوری، باید به مصرع بعدی شعر هم پایبند باشی. وسط بازی، من وسط بازم. با افتخار میگم من وسط بازم. نه دیگه، الان تو این شرایط با این همه بدبختی که سر ملت اومده، این اسمش وسط بازی نیست، لاشی بازیه. سنم از دوره رادیکالیسم گذشته که فکر میکنم که حتما بایستی درگیر شد. من به شخص دیگه به انقلاب، من سال 57 جز انقلاب بودم، اما دیگه به انقلاب اعتقادی ندارم. بدبختی همینه دیگه. اون زمان که کشور در حال پیشرفت بود و همه داشتن آزادانه زندگی میکردن، به رادیکالیسم چریکی اعتقاد داشتید. الان که ریدیکالیسم کل کشور رو گرفته، واسه ما تبدیل شدید به مهاتما گاندی. من همچنان در زندگیم به اصلاحات اعتقاد دارم، چون فکر میکنم اصلاحات تنها حرکتی است که نتایجش قابل پیش بینیه. خب همین که فهمیدید اون انفجار نورتون چه نتایج غیر قابل پیش بینی داشت و چطور تبدیل به انفجار گوز شد، باز خوبه. در دسترس‌ترم هست. در دسترس‌ترم هست. هزینه کمتری هم داره. یعنی هنوز معتقدی کسایی که بعد 50 سال به زور B2 و F35 هم اصلاح نشدن و میشه با هزینه کم اصلاح کرد؟ بابا تو وسط باز نیستی لامصب، تو کسخلی. ما اصلا دنبال دلار نیستیم که اگر شما رفتی از تنگه هرمز ارز خارجی دریافت کردی، شما تنگه هرمزا در واقع ابتر کردی، تنگه هرمز عقیمش کردی. یعنی دقیقاً همون کاری که باید یکی با جده آباد شما ها میکرد. تنگه هرمز میشه یه تنگه معمولی مثل بقیه. نه آقا، تنگه هرمز هیچ وقت مثل بقیه تنگه ها نمیشه، چون تنها تنگه‌ایه که توسط یه سری گشاد قرار مدیریت شه. باید عوارضی که از تنگه هرمز دریافت میشه ریال از طرف بگیرید. خوبی این کار اینه که خیلی از کشتی‌هایی که از تنگه رد میشن حامل موادی مثل کود انسانی و پشکل هستن و اگر ریال نداشتن میتونیم به جای ریال ازشون همون کود و پشکل رو بگیریم. حداقل خیالمون جمع ارزشش قرار نیست روز به روز کمتر شه. در ترکیه از کانال بوسپور عوارض میگیرن، در کانال سوئز برای عبور عوارض میگیرن، حتی برای کابل‌های فیبر نوری مصر 500 میلیون دلار در سال عوارض میگیره. خب همین که تفاوت تنگه با کانال رو نمیدونی، یعنی تو اون مملکت باید واسه حرف مفت عوارض و مالیات بذارن، بعد واسه تنگه هرمز. کل کابل‌های فیبر نوری که از کف خلیج فارس رد شده، از همین تنگه هرمز رد شده، ما میتونیم برای اون عوارض وضع کنیم و اگر ندادن قطعش کنیم. میخواید از مرغای دریایی منطقه‌ام که از اونجا رد میشن بابت چلغوز کردن رو سر نیروهاتون عوارض بگیرید؟ تعارف نکنید دیگه، یه تنگه‌ای پهن اون وسط بشینید دورش از هر چی که میشه یه لقمه بزنید. شما که هر چی نوچه و آقازاده داشتین تو همون بستن تنگه به فاک دادین رفت دیگه، حداقل تنگه رو صفر بچسبین. و هوش مصنوعی که به کار گرفته میشه برای ضربه زدن به ما مختل میشه. بابا ضربه زدن به شما هوش مصنوعی میخواد مگه؟ واسه شما به خدا یه ویندوز 98 هم کافیه. حالا یاهو مسنجر رو که بستن دیگه، وگرنه کاترین شکدان با یک آیدی فیک جوجو 8585 آمار تک تکتون رو تا فیا خالدون در می آورد. تازه یکی 10 تا شارژ 2 تومانی هم ازتون میتیقید. بعضا مطرح میکنن که فلان تعداد ما پیج تو اینستاگرام داشتیم، اینستاگرام بسته شد، اینا بیکار شدن. این حرف غلطه. حالا اصلا بیکار شده باشن مگه عیبی داره؟ به جاش این همه فرصت شغلی و درآمدزایی برای کانفلیکت فروش و وی پی ام فروش و سیم کارت پرو فروش ایجاد کرده. این به اون در دیگه. به هر حال توله خانم خزعلی هم اون سر دنیا باید بتونه یه جوری پول در بیاره یا نه؟ اینا اون زمان که تو اینستاگرام بودن که به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها فروش نمی‌کردن، که به همین ایرانی‌هایی فروش می‌کردن که تو اینستاگرام می‌رفتن خرید می‌کردن. اینستاگرام برای همین ایرانی‌ها بسته شد. الان ایرانی‌ها کجا میرن؟ میرن تو بله، میرن توی ایتا، میرن تو روبیکا، میرن تو سروش، تو این پلتفرم‌های داخلی. آره درست میگی. فقط یه مشکل کوچولو هست.
اینکه کسب و کار تو از اینستاگرام تعطیل کنی ببری بله و مله و روبیکا و زوبیکا، عین اینه که مغازه کچلوار فروشی تو پالادیوم زعفرانیه رو تعطیل کنن، مجبورت کنن بری دم ایستگاه اتوبوس قلعه حسن خان بساط دست فروشی لباسیر پهن کنی. به نظر من امکان ابرتورم در اقتصاد ما به اصطلاح احتمالش خیلی ضعیفه و این هی گفتنش احتمالش رو بیشتر میکنه. گفتنش احتمالش رو بیشتر میکنه. این فکر کنم در واقع یه تز اقتصادی جدیده که میگه نفوس بد نزنید، انرژی منفی به اقتصاد ندید. هی شما میگید گرون شده، انرژی منفیتون میره در کائنات و به صورت ابرتورم برمیگرده به سفره خونتون. خلاصه که به تورم بی‌محلی کنید، خودش بعد از یه مدت میره پی کارش. اقتصاد ایران از نظر تولیدی اقتصاد پرظرفیتیه، برای واردات خیلی مشکلی نداره. لذا اقتصاد ما در معرض ابرتورم نیست. اقتصاد ما من معتقدم که تورمش زیر 15% باید باشه. دقت کردید دیگه، ایشون معتقده تورم باید 15% باشه. فردا اگه رفتید سوپرمارکت دیدید تخم مرغ از شونه این 100,000 تومان شده 500,000 تومان، 115,000 تومان بیشتر ندید. بگید الباقیشو بذاره به حساب اعتقادات ایشون. نمیشه دیگه، نمیتونم، نمیکشم. یعنی واقعا فکر نمی‌کردم چیزی در دنیا چندشتر از اشوه شطوری وجود داشته باشه که الان با پدیده اشوه ارزشی آشنا شدم و دیدم هست. چه شغلیه که من دارم؟ منم آدمم. شغل چه اشکالی داره؟ حالا درسته شغل شریفی نیست ولی خب درآمدش خوبه دیگه. کلی خایمال جوان و کم تجربه هست که آرزوشونه یه روزی برسن به جایگاه تو. دیگه نمیتونم از فنی که یاد گرفتم و تجربه هم استفاده کنم. چرا؟ دست چیکسه یا زبون تابر زده؟ من هنوز وقت نکردم عزاداری کنم. قصه هامو کجا پنهان کنم؟ مگه ما نذاشتیم عزاداری کنی؟ مگه کسی جلوتونو گرفته؟ والا این شما بودید که نیم قرن شعار دادید که میخواین کاخ سفید رو تبدیل به حسینیه کنید، ولی الان که شرایطش فراهم شده به جای 100 شب خیابونای تهران رو تبدیل کردید به باکینگ استریت پاتایا. زنده ای، پا برجاسی، شگفت انگیزی. زنده که خب حالا تو زنده ای چون کسی آدم حسابت نمیکنه، وگرنه که بری عکسای گروهی مسئولای عالی رتبه حکومتی رو نگاه کنی میبینی از کل تصویر فقط یه سپاه دوربین سالم مونده. کجای دنیا؟ کجای تاریخ؟ کجای تاریخ؟ من سالها تو امریکا درس خوندم، زندگی کردم. قسمت عجیب داستان همین جاست دیگه. سالهای سال توی کشور متمدن و آزاد درس خوندین و زندگی کردین و در نهایت با اونی که یه عمر عضو طالبان بوده و پستون بن لادن شیر خورده هیچ فرقی ندارین. مگر میشه به یه نفر بگی 100 شب زن، بچه، شوهر میان توی خیابون برای حفظ هویتشون، حفظ استقلالشون؟ من میشه اینا رو ندید؟ ما که ندیده نگرفتیمشون. ما که اینجا تک تکشون رو گذاشتیم زیر ذره‌بین و آفتابرم گرفتیم روشون. اونی که عربده های اینا رو به چپش گرفته و اصلا قاطی آدم حسابشون نمیکنه و پا شده رفته مذاکره، عمو قالیباف خودتونه. شما تو بحث طلسماتتون تو نسبت به هر کسی که موفق باشید نسبت به شخص مقام معظم رهبری نمیتونید کاری بکنید. ایشون غیر از این که امام زمان مورد تایید امام زمان علیه السلام هستند، از جهت ضد گلوله بودن تو بحث حوزه طلسمات و امور متافیزیکی اینقدر قدرتمند هستند. ضد گلوله بودن؟ ضد گلوله‌ش هم چینی بوده حتما، وگرنه الان مجبور نبودید دنبال ضد یخ باشین واسش. من یه نوعی خوندم میشه از آقا سر سفره سر غذا به من گفتن که آقای کریم فراز اول نوعتون شباهت داشت به یک سمفونی غربی. در گوشم آدرس دادن، 5 بتهوون. اسم بردن یه 5 بتهوون بغل شما. حالا واسه چی در گوش؟ مگه زیپ شلوارت وا بوده چیزی رو داشتن همه میدیدن که اینقدر با شرم و حیا رفتار کرده؟ بابا موسیقیه دیگه، چون آلت داره دلیل نمیشه این آلت انسان در موردش قضاوت کنه. نه اومدم بیرون گفتم داوود 5 بتهوون چیه؟ همین مستند است که تو هر روز نگاه میکنین، موزیک متنش اینه. مستند که هر روز نگاه میکنی؟
کدوم مستنده؟ نکنه همون مستندهای تنظیم خانواده که نماد مقاومتتون بانو میا خلیفه توش نقش آفرینی میکنه رو میگی؟ آقا شما زیاد مستند میبینی. آره بنده خدا انقدر مستند دیده که نه کمر مونده واسش نه چشم. باید کف خیابون وایسیم که آقا مجتبی دیگه برامون یک ورق چند خط بده تا آرامش بگیریم. چه کاریه خب خودتو الاف کردی وسط خیابون؟ برو تو گوگل پلی چت جی پی تی رو دانلود کن. هیچ منتی نداره. کی میری کف خیابون؟ این جنگ ظهوره و تا وقتی که مبعوث نشیم باید بریم. دوران خوشیمون تموم شد. دوران خوشی شما که تازه شروع شده. هر شب تو خیابون بزن و برقص با اجرای زنده قیصر، بساط بکن سیغه هم که برا، شام و نهارم که مفت، 2 تومن هم که دستی میدن بهتون. اگر مذاکره میکنید نتیجهشو بگید، اگر توافق نتیجهشو بگید، اگر جنگ نتیجهشو بگید. ما تو خیابان ها حداقل تکلیف خودمون رو بدونیم. تکلیف شما که مشخصه دیگه. فعلا سرگرم بزن و برقص و شام و نهار مفتی و صیغه ساعتی باشید. اون لابلا چند تا هیدر هم بگید. هر موقع لازم باشه بساطتون جمع بشه خودشون با چک و لگد میفرستنتون خونه. دمتون گرم. اینم از برنامه این هفته که امیدوارم حال کرده باشین و حتما کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید و نظر بدین. تک تک کامنت ها رو میخونیم و بسیار برای من و تمام اعضای تیم نظرات و کامنت های شما دلگرم کننده است و کلی به ما انرژی مضاعف میده. پس دریغ نکنین. شبتون بخیر تا شنبه شبای بعدی. تو پایین بگیر، بابا میگفت نزار بشه روح تسیر. بچه های تو کوچه هنوز تو فکر پرواز، حتی وقتی دیوارا میگن نمیشه بساز. اینجا دارن 2 تا زندگی، یکی تو ویترین یکی تو خستگی، یکی واسه زنده موندن تو روز روشن، یکی که شبا بیدار میشه تو دل من. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. ما نمیخوایم بشیم قهرمان قصه، فقط یه نفس راحت به دور از قصه، یه بوسه وسط خیابون شلوغ، بدون ترس بدون قایم موشک و دروغ. نه بحث چپ و راست نیست اصلا، امشب حرف دل بیهوده نیست رسما. میلیون آدم زیر لب میگن با حسرت، میشه فقط زندگی کرد همین یه فرصت. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است
این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی.